میدونم که شما زیاد سفرهای هنری دارید و تجربه بوی دارید. لحظه شده است که در یاد شما خاطرمان باشد. با استاد عادل هاشم کار میکردیم، با سفرهای هنری میبرمدیم به طرفهای بدخشان. بله. بعد من این سخن در کتابم نویسندگیم، در کتابم چاپ کردم، قسمت پیروها. بعد خیلی سفر کردیم، عادل هاشم گفتن که بچه ها مگزین درایی کمتر شوه. خیلی قاعده همین هنرمند اون طرف در بعضی چیزای دیفیسیت میشد، چیزی که تاکی چیز نبود اونجا بود. برای همین میخواستیم که هر یک مگزین داریم، هر یک مگزین ببینیم. در رفته شدیم، به دهه یکم گذاشتیم، دیدیم نویسنده مغازه با خیر رفته شدیم، هم خیر لباس را میخوابه خنده گیزانه. عادل هاشم در پیش تگیه خبر. بعد دیگر با دهه دیگه در مغازه اینجا مغازه بوده سی. با دهه سیم با مغازه عادل هاشم گفت بالا ماشین من کن، ماشین من کن. خیلی ماشین من کردن برای بود چیزی میخریم بخرین. انا میخیل پرو کردم، خیلی شیشتم، خیلی نشسته بود. بچه‌ها رفتن همه چیز خریدن، خریدی بسیار عجیب کردن، همه چی بود در مغازین. استاد برآمدن رفتن درون مغازه خریدن، یا کمین ابن قطعی کلون داد، ابن پر کردن، گرفتن آوردن، همین خیلی راست آوردن، همین وای کردن. بعد همین درون اتوبوس در آمدم که بچه‌ها خرسک زدن. این لحظه بسیار است.